بچه‌ها میدونید حاشیه نویسی چیه؟ حاشیه نویسی یه تکنیک بسیار خوبیه که به شما تو درس خوندن کمک میکنه. حاشیه نویسی کی خوبه؟ موقعی که ذهنت خیلی درگیره و موقعی که میخوای یه مطلبی رو عمیق‌تر و خوبتر یاد بگیری و اینکه موقع امتحان میخوای راحت‌تر به امتحاناتت پاسخ بدی. حالا من حاشیه نویسی کنم. بچه‌ها اول خلاصه نویسیه نکات مهم درستون رو، مخصوصا فرمولای مهم ریاضی رو تو حاشیه کتاباتون بنویسید. دومین نکته، تو حین مطالعه از خود سوال بپرس، جواب اون سوالا رو تو حاشیه کتاب بنویس. سومین نکته، ارتباط برقرار کن با مطالبی که الان خوندی با مطالبی که قبلا خوندی و نکته مهمش رو باز توی حاشیه کتابت بنویس. نکته بعدی، کلمات کلیدی رو برای خودت بنویس و دورش یه خط قرمز بکش. این مهم، از نمودار استفاده کن، مخصوصا از نمودار درختی که این خیلی کمک میکنه مطالب رو خوب یاد بگیری. بچه‌ها فقط یادتون باشه طوری حاشیه نویسی کنید که حواستون پرت نشه. بچه‌ها یه گلم، بقیه نکات رو تو کپشن براتون نوشتم.